زمانی بود که دماغ‌ها درد سرساز بودند. دماغ نبودن، دماغ. یا کاربردی غیر از دماغ یا همان دماغ داشتند، تا اینکه بشر به فکر چاره افتاد. عمل زیبایی دماغ فراگیر شد. همچنین هستند کسانی که در عمل کوچک کردن بینی زیاده روی می کنند و گاهی با دیدنشان جای خالی بینی را بر صورتشان می توان احساس کرد. همه چیز اما به دماغ ختم نشد، بلکه گاهی می کوبیدن و از نو می ساختن. اینجوری بعد از تمام این مراحل نوبت رسید به نابود ساختن تمامی تصاویر و مدارک قبل از عمل زیبایی و گاهی منکر شدن. سینا جان باور نمی کنی من اصلا به عمل زیبایی اعتقاد ندارم. واه من حتی موامم همینجوری سشوار کشیده بود که به دنیا آمدم. باور نداری از بندم بپرس. این چنین بود که امروزه دیگر تنها در فسیل هایی که دیرین شناسان در بعضی نقاط کشف کردند نشانی از دماغ های عقابی و چهره های واقعی به چشم می‌خورد.